ببین من حفظ کردم باشو ها؟ ساعت چنده؟ 4 صبح ببین 4 صبح منو بیدار کردی؟ خب حفظ کردم ببین خوابم سلام بچه ها، الان اینجا ساعت 4 صبح میخوام برم مایسا رو بیدار کنم بهش بگم من حوض کردم. امشب من کرمم گرفته خوابم نمیومده تا ساعت 4 صبحم بیدار موندم. الان موقعشه که بریم یه پرنک خیلی خفن بکنیم. قبل از دیدن این ویدیو یادت باشه این کانال رو سابسکرایب کنی، این ویدیو رو هم لایک کن. حوض کردم باشو بیبی باشو من حوض کردم بیبی sleeping من حوض کردم بیبی حوض کردم چرا بیدار نمیشی بیبی من حوض کردم باشو باشو عوض چی کردی؟ بیبی من حوض کردم باشو ها؟ ساعت چنده؟ 4 صبح بیبی 4 صبح منو بیدار کردی؟ خب حوض کردم بیبی خوابم بیبی پاشو کجا باشم؟ من حوض کردم چی؟ حوض چی؟ تو نمیدونی آدم حوض چی میکنه ساعت 4 صبح؟ بیبی نخواب پاشو پاشو من حوض کردم دیگه I don't care من میخوام بخوابم من میخوام بخورم حوض کردم بخورم دیگه خب برو بخور بیبی یعنی چی برو بخور؟ وقتی تو میخوابی که من نمیتونم برم بخورم تنهایی حال نمیده برم بخورم من که دوتایی میخوریم دوتایی میخوریم دیگه دوتایی من بخوریم نمیخوام بخورم من میخوام فقط بخوابم بیبی یعنی چی نمیخوام بخورم؟ وقتی من دوست دارم بخورم دوست دارم تو هم بخوری یا میری میخوری هرچی که دلت میخوای بخوری یا بذار من بخوابم کپی من آخه من نمیخوام تنهایی بخورم چرا نه روشن نکن پاشو من نمیخوام بخورم حسن چرا پاشو بریم بخوریم خب دلم عوض پاستیل کرده دیگه پاستیل آره الان آره پاشو ببین مرداد پاشو بریم پاستیل بخریم به خدا من دلم پاستیل میخواد پاشو حسن مرداد حسن مرداد برو خودت بخور حسن منو ببین یه دقیقه چرا؟ منو ببین یه دقیقه من دلم عوض پاستیل کرد فیلم میگیری ببین من پاستیل میخوام پاشو بیبی بیبی بذارم کلاه هم سرم کنم پاشو کاراتو بکن بریم پاشو من نمیام پاشو بریم پاستیل بخوریم پاشو بیبی میدونم احمقانه است مگه مریضی تو مگه حامله ای که حوض میکنی پاشو بیا بریم پاستیل بخریم بخوریم تو منو بکشه من این تخت من بیرون نمیام پاشو دیگه بیبی حسن خب باشه بیا بیرون من یه لحظه یه چیزی بهت بگم من گیر افتادم نمیتونم بیام چرا میتونی بیا کن با 10 تا بوسم بدی باز خر نمیشم من نمیام من پاستیل میخوام من داشتم خواب میدیدم چه خوابی میدیدی؟ خوبی بود ببین چرا موهات گره خورده فیلم نگیر الان از من قیافت عین سمت شده ببین پاشو بریم من نمیام پاشو نمیام برو خودت بخور من به من چه ببین من بدون تو پاستیل نمیتونم بخورم پاشو ببین پاشو ببین یه چالشه بهش میگن خرید پاستیل ساعت 4 صبح
خورده اون گزگه این چالش رو درست کردی. چقدر بی‌ادبی. پاشو. کدوم آدم احمقی 4,000 چالش درست میکنه؟ پاشو بیبی، تو پاشو بیا بریم تا بهت بگم. نمیام. میای یا نه؟ نه. آب میارم تو غلط میکنی. پاشو بریم پس. بابا یه بار من حواس یه چیزی کردم، دل به دل من بده. پاشو بریم. تو چه دوست دختری شدی که دل به دل من نمیدی؟ پاشو. برم کن تو رو خدا فردا صبح برو بخر. نه بیا بریم. بیا لباساتو بپوش. من برم لباسمو بپوشم تا اون موقع که من میام. اگه آماده شدی که شدی، اگر نشدی با سطل آب میام بالا سرت. با پتو؟ با چی؟ خب برو بریم با پتو بریم. بیا بریم. برو پایین. نیفتی قل بخوری از تو پله ها بری پایین. این چیه نو اومده تو خونه؟ ببینم یه دقیقه. برو بریم. بولم به چیه بیبی؟ خواهیم یه پاستیل بخریم برگردیم خونه پاستیل بخوریم. پاستیل باش. منم این حواسا میکنم فکر کنم. چه حواسی میکنی؟ منم وقتی حواس کردم اون موقع میدونم. ببین من حواس کرده بودم شبی. باش. چقدر تو چیزی بیبی. باش. اصلا آدمو درک نمیکنی. من نمیدونم کی ساعت 4 تا پاستیل میخواد. چراغا رو خاموش کنم ببین. کی ساعت 4 صبح پاستیل میخواد؟ من. آیسان. هیچکی چرا نیست؟ چرا فکر میکنی نیست؟ هیچ کس تو خیابون نیست. چرا؟ به خاطر اینکه همه کپیتاشونو گذاشتن خوابیدن. کپتشونو؟ آیسان پاشو بریم پاستیل بخریم. من نمیام برو. بیا با هم بریم دیگه. من میخوام با هم بریم. بیا بریم. چه آرامشیه این موقع واقعا. بیا میخری برام پاستیل؟ نمیخوای یه جعبه‌شو بخری؟ هرچی میخرم خوب. دیگه چرا پاستیل نخوام. برو بریم. بسته. Let's go. اینا از پاستیل امشب. دیدی بیبی سخت نبود؟ اصلا. یادت باشه امشب یه پاستیل رو باز کن با هم بخوریم ببینیم چی میشه. کارت شکم. من کارت بخوره تو شکمم؟ بیبی آقا تا حالا شده طرف مقابلتون حوث یه چیزی بکنه؟ این پاستیل رو نگاه کنی آقا. واقعا حرف ندارم. من نمیدونم تا ساعت 4 صبح پاستیل خوردین یا نه، ولی خیلی خوبه. امیدوارم که از این ویدیو خوشتون اومده باشه. یادتون نره ویدیو رو لایک کنین. اصلا نظر تو چیه؟ ترشه. خب ترش اگر ویدیو ترش کنه. عشق منید. عشق بگردید تا ویدیو فردا. خداحافظ.